در وقت واخوری سید عبدالله نوری در همین شهری که بوستان برادری من رحمتی آذینه محمد در همین وقتی یک خدمتیش با همون محافظان سید عبدالله نوری که مناقشه شد وحشیانه پرانده برفتن. در همون وقت من در زواد بوستان کار میکردم و من خبر دادم من برامون که در تگ خون و خلافه پناه برادرم همون برادرم بالنسه بردیم در همینجا ادا شد بالنسهش بردیم. سید عبدالله نوری با همین برآمده با سید عبدالله نوری با فهمونده با گفته است که مردی دو کس گفته است با برادرش یک برادری دیگرش هم میرسه هم پرانده برآمده با خبر تیا و گفته دو کس مردی گفته وحشی دیگه. بعد از این برادرم کشتم من خودم بعد یک هفتهش دوشنبه رفتم با خانه همین سید عبدالله نوری. من خواستم در آمده بابا یک بار مصلحت کنم بگویم که تو خیلی مسلمانی که دو عائله را بی فرزند کردی بی سر و بی وای کردی گفته بینم محافظانش اجازه ندادن در آمدن ممکن نیست و پیش خونشان مسجد راست کردگی اما خستی همین داشتم رفتم نماندم محافظانش ممکن نیست در آمدن گفتم اگه خودش رئیس نهضت اسلام همه خیلی آدم ها رو میکشید و با خیلی رای دارد که در همون مسجد پیش خونش نماز میخوند و نماز هم نمیخوند هم تو میدانات سیلخوش خطی هم تو راستا های سطحی نماشه و نماز هم نمیخوند. این خیلی حزب نهضت اسلام نفرت هم میداد نفرت. اسلام هیچ وقت در اسلام نگفته که اسلام آدم کشد یا یک کس صغیره کند.